مردا از 12 سالگی یاد میگیرن نباید گریه کنن، از 20 سالگی یاد میگیرن نباید شکایت کنن. روانشناسا میگن مردا وقتی زیر فشار روانی میمونن کمتر از زنا دنبال حرف زدن و کمک میرن، چون جامعه بهشون یاد داده مرد که غر نمیزنه. مردا وقتی افسرده میشن به جای گریه عصبی میشن، به جای درد دل سکوت میکنن، به جای گفتن حالم خوب نیست میگن ولش کن میگذره، در حالی که نمیگذره. مردا بیشتر از زنها افسردگیشون رو قایم میکنن، افسردگیشون رو پشت خشم، پرخوری، اعتیاد، پرکاری، حتی شوخی‌های تلخ پنهان میکنن. افسردگی مردا اسم نداره، کسی نمیگه که این شبها که خوابت نمیبره، این روزا که از تخت نمیخوای بلنشی، این که هیچ چیزی خوشحالت نمیکنه اسمش افسردگیه. کسی نمیگه که یه روز بی دلیل قهر میکنی، این که یه روز میخوای بزنی زیر همه چی، این همون زخمیه که سالهاست تو دلت مونده. مردا تو سکوت افسرده میشن و تو سکوت پیر میشن، اما گاهی فقط یه جمله کافیه تا نجاتش بده. خسته ای؟ حرف نمیخوای بزنی؟ من هستم.